اللهم اعطنا ایمانا صادقا یقینا لیس بعده کفر. خدایا برای ما چنان ایمانی صادق و یقین نصیب بگردان که بعد او خدایا کفر نباشد، تغییر یافتن ایمان در ما نباشد. و خدایا در دل این جمعیت ما محبت خودت را، محبت پیغمبرت را، محبت اسلام را، محبت قرآن را، محبت جمیع مسلمین روی دنیا را خدایا جایگیر بگردان. اهل این جمعیت ما را مرادها و مطلوبهایی که در دل دارند اگر نیک باشند خدایا برآورده بگردان. گذشتگان این قوم و جمع ما را خدایا رحمت و مغفرت بگردان. بیماری هایی که داریم خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیبشان بگردان. مسافرهایی که در غریبی داریم یا نیت اراده سفر دارند خدایا سفرهای با برار و بی خطر نصیبشان بگردان. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد برحمتك یا ارحم الراحمین. شخصانی که گایمری دارند شبای دراز ای درد سر خوب ندارند و سرشون خم میکنن، در میکنه یا که کم ترک سرشون میشوند نمی میگیره، در میکنه اوی بینیشو بسیار میروه و شما گایمری توصیه میدید شرکت شفرما که میتونه که همه این پرابلم را برطرف کنه. و شخصانی که این پرابلم را دارن میخوان گایمری از ذکر کنن در کامنتر در اومده گایمری نویسه، ما با شما واتساپ خود رو روان میکنیم. جمعه پیشین صحبت ما و شما در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر بود. الحمدلله که ما و شما دو جمعه پیوسته از فضیلت های این امر معروف و نهی از منکر آگاه شدیم که در کدام مسجد، در کدام خانه، در کدام گوشه امر معروف و نهی از منکر صدا دهد از گفت پیغمبر خدا که اون موضع در محاصره ملائکه های رحمت می افتد و از بالای سر اون طائفه ها رحمت الهی می بارید است. از این خاطر باز تأکید می کنم که در هر خاندان، در گرد دسترخوان و در هر یک راه، در هر جایی که جمعیت مسلمان ها جمع می شوند باید که امر معروف و نهی منکر وظیفه اول ما و شما باشد. زیرا رسول اکرم می گوید لیس یتحسر اهل الجنه الا على ساعة مرت بهم لم یذکر الله تعالی فیه. در جنت اهل جنتی ها حسرت میخورند. و چه حسرت میخورند؟ بر ساعتی که از اونها سپری شد. اون ساعت کدام ساعت است؟ پیغمبر گفتند اون ساعت امر معروف و نهی از منکر است که اهل جنت حتی که این مجلس امر معروف و نهی منکر را آرزو میکردند، حسرت میخوردند که کاش که در دنیا صحبت امر معروف و نهی از منکر بسیارتر گوش می انداختیم و با گفته داملا و با گفته آیت‌های قرآن و احادیث‌های پیغمبر عمل می‌کردیم تا که امروز مرتبات ما مثل مرتبات اونها در جنت می‌گردید. امروز باشد سوال‌هایی که خیلی زیاد که یک قسمتش الحال نزد من هست جواب می‌گردانم و یک قسمت دیگرش باز در خانه هست. خدا خواسته باشد باز برای او یک جمعه دیگر را اختیار میکنیم، زیرا که خیلی سوالهای زیاد در باب حق زن بالای شوهر و حق شوهر بالای زن از ما درخواست کردند. خدا خواسته باشد جمعه آینده در باب حق زنها بالای مردها، یعنی چه حقها زنها بالای ما و شما دارند، انشاءالله از روی آیت‌های قرآن و احادیث‌های صحیح پیغمبری خدا به سمع شما می‌رسانیم. امروز باشد البته سوال‌هایی که هست می‌خواهم جواب بگردانم و شما خیلی با دقت باشین.
السلام علیکم داملا حاجی مرزا. من به شما یک سوال دارم. چرا سوره توبه در قرآن شریف بسم الله ندارد؟ التماس اگر یگان حدیث باشد بگویید. من این سوال چند بار جواب گفتگی هستم که سوره توبه در قرآن به بسم الله آمدگی هست. یعنی هر یک آغاز سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود مگر سوره توبه. سوره توبه این بسم الله الرحمن الرحیم ندارد. سببش در تفسیرها میگوید حضرت عثمان رضی الله عنه گفتند این دوام سوره انفال است، یعنی پیش از سوره توبه سوره انفال است. حضرت عثمان گفتند که با آن سبب بسم الله ندارد که دوام سوره انفال است. و ابن عباس باشد از حضرت علی پرسیدند یا علی چرا سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم ندارد؟ حضرت علی چی گفتند؟ گفتند بسم الله امان است. این سوره باشد از حکم شمشیر سر می شود. از این خاطر در اول این بسم الله آمدگی نیست. یعنی این سوره توبه سوره هست که براءت من الله افتتاح می شود. یعنی خداوند بیزاری میکند از منافقان و از مشرکان. وقتی بیزاری خداوند که از مشرک و از منافق و از کافر و از عهدنامه‌ای که اونها کرده بودند وقتی که شروع شد، از این خاطر یعنی سوره‌ای که همش عذاب الهی است در اول او بسم الله دیگر کتابت نشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک گروه مخلصان اشدی شما هستیم. ما از شما خواهش میکنیم که یک نماز جمعه را درباره علی شیر خدا نقل میکردید. یک سوال دیگری دارم، ما بین عصر و شام قضای امروزه را خواندن جایز است یا نه؟ همین را میفهماندید. ما از شما خواهش داریم که دعا میدادید. یعنی بین عصر و شام چی قضای امروزه باشد چی قضای پیشینه باشد جایز است خواندن. یعنی بین عصر و شام در مذهب ما و شما فقط خواندن تحیه مسجد، خواندن شکر وضو، یعنی نمازهای نافله در حق پدر و مادر و دیگر نمازهایی که نافله هستند اونها را خواندنش کراهیت دارد. لیکن نماز قضا این حکمش واجب است. زین خاطر در شرح الوقایه که شرح مختصر است در شرح اینم آمد است که شما نماز قضا را بین عصر و شام خوانید، هیچ گناهی ندارد. و قصه علی شیر خدا را خدا خواسته باشد بعد همین انجام دادن موعظه بین زنها و مردها را از چهار یارها سر میکنیم، چه از ابوبکر، چه از عمر، چه از عثمان، چه از علی. انشاءالله به سمع شما این حکایه های شیرین اینها را میرسونم. السلام علیکم حاجی مرزای محترم، خدا یار و یاورتان باد. من یکی از مخلصان اشدی شما هستم. بفرمایید بر شما یک سوالی دارم. در وقت نماز خواندن التحیات را خوانده تمام میکنند و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله چلیک راستش را میبردارند. این چی معنا دارد و از کدام مذهب است؟ این به ما مختصرا فهمانده دهید. این مذهب ابو حنیفه است. یعنی برداشتن انگشت در حالت التحیات را خواندن این مذهب ما و شماست. مذهب جمیع جمهور است. در مذهب در آمدن برداشتن انگشت هیچ اختلافی نیست. فقط اختلافش بعضی ها مشت میکنند، بعضی ها حرکت میدهند، هر گونه آمده است. لیکن در فقه الاسلام و ادلته که از 4 مذهب گپ میزند نزد من هست این فتوا، میگوید که ابو حنیفه نه مشت میکردن نه حرکت میدادند، بلکه همون پنجه خدا بالای زانو میگذاشتند، اشهد ان لا اله الا الله گفتند، میبرداشتن انگشت و میپرتافتند. یعنی به مشت کردن و به حرکت دادن.
خود ابو حنیفه، حتی در مسند ابو حنیفه هم این آمدگی هست. این حدیث صحیح پیغمبر است. این هیچ کدام ما این کار کردن نمیتوانیم. یعنی کسی میبردارد برداشتن گیرد، کسی نمیبردارد خلل در میبردادگی یعنی پیدا نکند. نگوید که این عملی تو عملی نادرست است، بلکه وقتی این گپ گفتند شما گناهکار میشین، زیرا این سنت پیغمبر است. این چیزی نو نیست، فقط شما نو شنیدید. اینا در کتاب ها درج شدگی هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، به سوال من جواب گویید. کلبسه را خوری نماز را بخوانید درست است؟ اگر حلال باشد درست است، اگر حرام باشد نماز تو چی هست؟ در نزد خداوند نمازی هست که هیچ ثواب در او وجود ندارد. امروز حسیب ها برآمده است. همون کلبسه ای که میگن همون حسیب است. همون حسیب هایی که برآمده است امروز در همون مقاوه هاشون نویساندگی هست که حلال. مادامی که همون حلال که نویسانده شده است همونها حلال هستند، شما می توانید که از آنها استفاده کنید. و دیگر مقاوه های هستند که از طرف دولت های کانادا آمدگی است، امریکا آمدگی است، از برزیل آمدگی است. انا اونها در مقاوه شون حلال نویسانده نشده است. از این خاطر اونها را خوردن شما حرام است. وقتی اونها را خوردین شما در نزد خداوند حرامخور به حساب می روین، گناهکار میشین. در عبادتاتون البته خلل پیدا می شود. چگونه که حضرت مولوی میگوید تا ای صوفی که در بر میکنی دلق کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد کجا در معرفت پالوده باشد. اگر کسی که حرامخور باشد، کسی که حلقی او از حلال خالی نباشد، وای خدا را چگونه میشناسد؟ در دل وای محبت خدا و ترس خدا جایگیر نمی شود، در شکم به که وای لقمه حرام میخورد. همه وقت شما از این خوراکی ها با احتیاط باشین. وقتی میخرین نگاه کنین که در حلال نویسانده شده باشد، مرحمت برای شما حلال. حرام باشد نخرید که گناهکار میشه. اینجا یک برادر شعر نویسانده است در باب زن و از ما التماس کردن که در موضوع زن داخل کنید. ان شاء الله اگر بینیم که علاجش باشد جوگیر میکنیم. السلام علیکم داملای محترم، از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب گردانید. با کرته آستین کلته یا اینکه فوتبالکه نماز خواندن درست است؟ یعنی اگر کرته که آستین نداشته باشد یا فوتبالکه باشد، نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت دارد. یعنی با آستین کلته نماز خواندن کراهیت آمدگی هست. حتی در حدیث های عایشه صدیقه روایت میکند، یعنی کان کم رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الرسل. این حدیث هم آمده است که بود آستین پیغمبر خدا تا بند دستش، یعنی تا بند دست آستین پیغمبر خدا پوشیده بود است. یعنی آستین کلته هم پیغمبر خدا داشتند. یعنی اگرچه نزد مذهب ابو حنیفه کراهیت داشته باشد، نزد مذهب جمهور باک ندارد. از این خاطر یعنی با کراهیت نماز شما درست می شود. کراهیت معنای او را ندارد که نماز شما فاسد شد، بلکه معنای این را دارد که از ثواب او کم می شود. از این خاطر مادامی که اگر ضرورت باشد باک ندارد، لیکن بی ضرورت باشد کرته های آستین کلته داشته باشین، از اختلاف و گپی زیاد پیدا شدن همون کرته آستین دراز پوش نمازتان خوانید. لیکن ضرورت باشد باک ندارد. السلام علیکم داملای محترم، سلامتی شما را از درگاه الهی طلبگارم و چنین خواهش دارم که 2 مصرع رباعی خواجه حافظ را تحلیل می کردید. من طفلم و بی گناه مرا می سوزند، ای وای به تو که پیری و پرگناهی. یعنی من طفلم و بی گناه مرا می سوزند. شاید ازت در اینجا خودش یادآوری کرده باشد که من مثال اینقدر از غلط و از عصیان چقدر احتراز میکنم، یعنی چقدر پاکیزه هستم، چقدر ترس خدا دارم. باز بزم این چیکار میکنم؟ باز از خدا میترسم که شاید که همین پرهیز من، تقوای من در نزد خداوند قبول نشده باشد.
لیکن وای بر حال تو که تو پیر هستی و باز از خدا نمیترسی. یعنی پیر شاید که همه مردم در نظر داشته باشد، شاید که ای مردم شما اینقدر آلوده عصیان هستین، اینقدر گناه میکنین میگردین، وای به حال شما که جزای شما در نزد خدا چی باشد. باز دیگر معناها هم دارد، لکن همینش فکر میکنم کفایت کننده است. اگر لازم باشد مرحمت بیا، من اونقدر تحلیل شعر پره تحلیل کردن میتوانم. داملای شیرین سخن، من از شما خواهش دارم که سوال مرا با پررگی جواب گردانید. بر من گفتند که نامت را عوض کن، این نام تو خوب نیست، نام تو جمشید است. داملا چی گفتنی هستی؟ من نامم را عوض کنم یعنی میفهم عوض کنید. جمشید کسی هست که 400 سال پادشاهی کردن، دعوای خدایی کردن و کافر بود. انسان مسلمان باید نامش به نام کافر مانند نباشد. از این خاطر بهترین صورتش پیغمبر گفت است نام مرد یا عبدالله باشد یا عبدالرحمن باشد. از همین نامها بهترینش اختیار کنین، برای شما پسند است. شرط نیست که در حجت ها تغییر دهین. باز برای شما میگویم اعلان کن که نام من عبدالرحمن است، فردای قیامت خداوند با همین نام تو را صدا میدهد. جمشید کافر بود. پیغمبر خدا وقتی که مبعوث به پیغمبری شدن، زمان آمدن صحابه ها نامهای دیگرگون داشتند. همون کسانی که مسلمان می شدن نامهای اونها چی نامهای قبیح بود، همون تغییر داد پیغمبر، تمام نامها را عوض کرد. السلام علیکم داملای شیرین زبان، اکای حاجی مرزا. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و به شما چنان اعتقاد دارم که کسیته های شما را دسترس نموده گوش میکنم. آیا درست است که سفیدی را یعنی شیر و دوغ را در شام از خانه نمیبراری؟ اکای حاجی مرزا التماس دارم که من را در این روز سید از تحت دل دعای نیک دهید و شما عمر دراز و موفقیت آرزو دارم. با احترام مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. خدای مهربان شما را عمر دراز دهد و اخلاص شما را باز هم زیاده بگرداند و شما را خدای مهربان به راه راست هدایت کند. آمین یا رب العالمین. و این دوغ و شیر و چیزی نباشد. وقتی خاندان شما آمدن، همسایه یا کسی که حاجتمند هست، چی شام است، چی خفتن است، چی پیشین است، شما رد نکنید. همه حالت ده. وقتی که یک برادر حاجتمند نزد شما می آید، کار کنید که حاجت وی برارید. کار کنید که اگر نباشد همون دوغ است، شیر است، نباشد هم با گپ خوب، با معامله خوب وی جواب گردانید. نگوید که بعد شام است. اینها گپ همون زنها هست. این فتواهای همون دروغ و همون بگیم سفسطه و خرافات های دوره پیش است. از این خاطر سفیدی هست، سیاهی هست، چگونه ایش که نباشد. وقتی خاندان تو می آید، همسایه تو، کاری که حاجت وی برار. اینا دروغ هستند. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا. بعد از سلام این که با این سوال من جواب درست دهید. من استقامت کننده ناحیه مؤمن آباد می باشم و کسیته های شما را برده گوش میکنیم و شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا داریم. براستی گپ به شما افتخار داریم. آیا این درست است که نان زنی به شوهر که در اصل شوهر من فوتیده است خوردن جایز نیست و نمازهای خوانده من را خداوند به درگاهش قبول نمی کند و اون چیزی که من خیر میکنم خداوند قبول نمی کند؟ با احترام صمیمی مخلص دائمی شما از ناحیه مؤمن آباد. برادر عزیز، اگر همین زنی که شوهر ندارد و فرزندها دارد و اینها اگر احتیاجمند باشند و اینها با صدقات دهند، صدقات اینها را خدا قبول نمی کند، بلکه اینها در صدقات دادگیشان در نزد خدا عاصی و گناهکار می شوند. کفا بالمرء اثما ان یضعها من یقود، پیغمبر گفته است. از روی گناه برای شما ای امت مسلمان همین بسنده هست که
آن چیزی که از رزق روزی کودک‌های شماست و به دیگرها می‌دهید. همین از روی گناه گفت پیغمبر برای شما بسنده است. همین گناه بسنده است که شما را خدا عذاب کند، که اگر آن چیزی که برای فرزند تو احتیاج به او دارد، خوراکی که فرزند تو به او احتیاج دارد، تو باید باز گرفته به مردم تقدیم میکنی. البته کدام زنی به شوهری که یا کدام زنی شوهرداری که اگر از قوت خود زیاد خیر احسان میکند و در غضب خدا گرفتار میشود، این در نزد خدا هیچ قدر و قیمتی ندارد. زیرا خدا خود در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من بنده خودم را تکلیف نمیدهم از قوتش زیاد، از قوت زیاد دیگر از بندم تکلیف ندارم. حتی شما اگر همون نان و آبی که در خانه دارین بسنده فرزندهاتون باشد، همراه همونها خورید، این به منزله هست که شما یک دیه را نان دادین. شما صدها آدم چیکار کردین؟ خوراک دادین. وقتی اگر یک کودکی تو از دسترخوان تو سیر میکند، این است عقیده اسلام، این است غمخواری اسلام برای آدمهای فقرا و برای آدمهای غریب. لیکن اگر دستی رسا داشته باشد، شرایط های خوب داشته باشد، اگر یاردم کند باکی ندارد بلکه ثواب میگیرد. و نمازهای اینا چرا خدا قبول نمیکند؟ این مسئول است، شوهرت میمرد، فرزندت میمرد، خودت در حالت وزنین هستی، نماز خوان. با مردن شوهر و مردن فرزند نماز از گردن آدم ساقط نمی شود. یا معنای او را ندارد که خدا تو را غضب کرده باشد و نماز تو را خدا قبول نمی کند. نه، بلکه نماز خواندن گیر نماز خدا قبول می کند. لیکن در دادن خیر احسان اولا از خودت، از فرزندهایت، از خیش قومیتت سر کن، بعد بیرون در مرحمت خیر احسان کن. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: دختری را نقض میبینم و در فاتحه هم میباشد. او را گفتم که ستر عورت پوشو، به شخصان بیگانه و خیش و تبارت غیر از اکه و دادرت سلام نکن. آیا من حق دارم با این؟ با سوال پره جواب دهید. البته حق داری برادر عزیز. اگر خدا کند تمام مردها را چنین غیرت اسلامی نصیب بگرداند که کار کنند که در عائله خودش سخن خودش گذر کند، بگذراند. البته وی بغیر اکه و دادر و همون آدم های نزدیک محرم خودش دیگر حق ندارد دست شوی مثال دراز کند، به همسایه سلام کند، با همسینفش سلام کند، با یک شناسش سلام کند. این ده حق ندارد. وی شما پره حق دارین که بالای زن خودتان رئیسی کنین، بالای زن خودتان حکمرانی کنین. دارین این حق، البته به البته. السلام علیکم داملای بی نهایت مهربان و داملای عزیز. خواهر من با من قهری شد برای آن که من نگذاشتم که او فتح پوشد. باز عقیده دارد که از حضرت امیر جان با این لباسش دعا میگیرد. آیا این عقیده حقیقت دارد؟ خواهر تو وقتی همراه تو قهری می شود، وقتی که تو برادر اسلامی هستی، تو غمخوار قرآن و غمخوار مسلمان ها هستی، وقتی بر خواهر خود میگویی که فتح نپوش زیرا فتح لباس مسلمان نیست، وی باز به تو قهری می شود. وی تصور کند وی خواهر که وی با خدا قهری شده است، زیرا که این فتح پوشیدن و برادر وقتی حکم میکند که تو فتح نپوش، این حکم قرآن است، این حکم حدیث های پیغمبر خداست. وی با تو قهری نکرده است، وی با خدا قهری کرده است، وی با پیغمبر خدا قهری کرده است. لیکن خوش به حال تو واری برادر که این چنین غیرت داره که خواهر خدا از پوشیدن فتح من میکنی. این خواهر باز گفته است مادامی که تو قهری هم که باشی، من از حضرت امیر جان رفته دعا میگیرم.
قسم به خدا حضرت امیرجان، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشویم. حضرت امیرجان چنان عالم، چنان فیلسوف بودند که اونها بیزار بودند از این زنهایی که فتح پوش بودند. اونها بیزار بودند. وقتی این خواهری که با فتح نزد حضرت امیرجان می رود، من باور کن از جانب حضرت امیرجان دعای او را به تو میگویم. و میگوید ای خواهر، وقتی تو با این لباسی که خدا نخواست، پیغمبر نخواست، نزد من آمدی، خدا تو را سیاه بخت کند. این دعای حضرت امیرجان است. خدای مهربان میگوید دعا میکند حضرت امیرجان که اصلا تو را فرزند سالم نصیب نگرداند. ای بدبخت، تیزتر از نزد من گم شو. این دعای حضرت امیرجان است. زیرا من پیرو قرآن هستم، من پیرو حدیث های پیغمبر خدا هستم، من پیرو دین یهود نیستم، من پیرو تقلیدهای زنهای غرب نیستم. من مسلمان هستم. من از دیدن این منظره ناخوش می شوم، غضبناک می شوم. خداوند تو را هیچگاه به تخت و به بخت نرساند. این دعای حضرت امیرجان است. خواهری که اگر این چنین عقیده داشته باشد. خواهرای عزیز و برادرای مهربان، ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم. چگونه ای که امروز داعی های بدبخت روسیه، داعی ها، دعوت کننده های از خدا بیخبر، وقتی خواهرهای ما و شما را مبدل به فتح پوشیدن کردند، مبدل با سری لوچ کردند، مبدل به گردنهای لوچ کردند، ما و شما چرا دعوت نکنیم؟ چرا ما و شما خاموش ایستیم؟ چرا اونها غیرت پیدا کردند که این احوال بالای زن مسلمان پیدا کردند؟ چرا ما غیرت نکنیم؟ چرا نگذاریم که دختری ما فتح نپوشد؟ چرا دهانهای ما و شما پوشیده باشد؟ با تمام قوه باید مبارزه بردن در کار، چگونه ای که اونها مبارزه برده ایستادند. او روز اگر تماشا کرده باشین، رئیس جمهور با جوانها برآمد داشت. فکر میکنم همه تماشا کردین، من هم تماشا کردم. رئیس جمهور گفت وقتی سوال از جانب دختری تاجیک کولابی شد، گفت دوست می‌دارم که دختری کولابی چکن داشته باشد و داکه در سر داشته باشد. اینا همه شما شنیدین. وقتی ما و شما زن گرفتیم، اونها چکن داشتند، اونها لطه های بالای سر پوشیده داشتند، اونها را کسی نمیدید. امروز چی شد که این جوانها اینقدر دیوس شدند؟ در پهلو زن با فتح، نیمی بدن برهنه، پسهای پشت برهنه، آستینها کلته، در پهلوی دستی او را قپیده است. تو روس نیستی، تو یهودی نیستی، تو انگلیچن و فرانسوز نیستی، تو مسلمان هستی.